نمودار ویتی ابزاری همه کاره برای حل مسائل حرکت شناسی. من علیرضا شابدین هستم، مدرس فیزیک. شما بیننده یک کانال یوتیوبی پیک آکادمی یا فیزیک مفهومی هست. خوشحالم که کانال ما رو انتخاب کردید. امروز با حل یک سوال از نمودارهای سرعت زمان در خدمت شما هستم. امیدوارم که مفید واقع بشه. بدون مقدمه میریم سراغ سوال. نمودار سرعت زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند مطابق شکل زیر است. اگر در لحظه t مساوی با 2 مکان متحرک در SI به صورت x1 مساوی با منهای 6i باشد، مکان متحرک در لحظه t مساوی با 15 در SI کدام است؟ شما این جمله رو احتمالاً شنیدید. اگر در حرکت شناسی ما بتونیم نمودار VT رو رسم کنیم، هر سوالی از ما پرسیده باشن ما میتونیم جواب بدیم. مگه در حرکت شناسی از ما چی میخوان؟ جابجایی میخوان، مساحت زیر نمودار، مسافت طی شده، قدر مطلق مساحت زیر نمودار، شتاب حرکت چنده، خب شیب نمودار میشه. دیگه چی میخواد؟ سرعت در هر لحظه چقدره؟ یک نقطه رو نمودار پیدا میکنیم. میخوایم ببینیم حرکتمون حرکت شتابدار هست یا یک نواخت، به شیب نمودار نگاه میکنیم. میخوایم ببینیم تندشونده است یا کندشونده، علامت سرعت و شتاب رو با هم مقایسه میکنیم. شما دیگه چی میخواید؟ همه رو میتونیم از رو نمودار سرعت زمان حساب کنیم، ولی یه شرط داره و شرطش هم اینه که نمودار ویتی رو بتونیم بکشیم. خب تو این سوال مگه ویتی رو به ما نداده؟ اگر ویتی برامون معلومه، دغدغمون دیگه چیه؟ بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. مگه صورت سوال نمیگه شما مکانشو در لحظه 15 حساب کنید؟ خب به من بگو ببینم، آیا مکانشو در لحظه 2 ثانیه داری؟ نداری؟ سرعتشو چی؟ رو نمودار ویتی میتونی سرعتشو به دست بیاری، فقط کافیه که روی نمودار لحظه 2 ثانیه رو پیدا کنی. اگر من بین 0 تا 8 یک نقطه فرضی برای خودم در نظر بگیرم و بگم اینجا 2 هست، قطع و یقین روی نمودار وی مقدار V1 رو به من خواهد داد. خب به من بگید ببینم، آیا شیب نمودار از 0 تا 8 ثابت نیست؟ مگه متحرک شما در لحظه 8 ثانیه سرعتش برابر V نیست؟ پس میتونید به راحتی از راه تشابه مثلث یا همون شیب نمودار شما V1 رو به دست بیارید. من برای اینکه تو مسئله گم نشم میام یه نامگذاری ساده انجام میدم. اگر موافق باشید این رو O میگیرم، این رو M میگیرم، اینو N، O M پریم و N پریم. حالا یه تشابه میخوام برای من بنویسید. MN مشابه M پریم N پریمه. یعنی من اگر بنویسم V1 منهای 0 12 منهای 0 میشه و اگر بخوام فاصله ON رو در نظر بگیرم میشه 2 منهای 0 و اون طرف هم میشه 8 منهای 0. حالا میایم با هم دیگه اینها رو با هم ساده میکنیم. 2 با 8 ساده میشه 4. 4 رو هم با 12 ساده میکنیم میشه 3. پس V1 برابر با 3 هست. یعنی متحرک ما در لحظه اولیه، لحظه T1 مساوی با 2 سرعتی به اندازه 3 داره. خب من بیام یه کار دیگه هم انجام میدم. شما قطعا میتونید به من کمک بکنید. اون چیه؟ بیام 3 تا ناحیه ای رو که الان روی شکل رنگ میزنم رو نگاه کنید. ناحیه سبز رنگ مساحت زیر نمودارش جابجایی 2 تا 8 ثانیه رو میده و اگر بیام ناحیه بعدی که آبی رنگش کردم رو نگاه کنید، مساحت یا مسافت طی شده رو بین 8 تا 12 به من میده. خب یه پله دیگه هم داریم تا برسیم به اون زمان مد نظرمون، 12 تا 15 ثانیه. یعنی من چیکار میکنم؟ این 3 تا ناحیه رو میام مساحت هاشون رو به دست میارم. مساحت اینها چی به من میده؟ مساحت اینها به من میگه که جابجایی کل متحرک ما بین لحظه 2 تا 15 ثانیه چند متر بوده. بریم با هم حسابش کنیم. اول S1 رو میخوام حساب کنم. خب شما بگو، من نمیدونم شکل چجوریه؟ زوزنقه. آفرین. خب مساحت زوزنقه چی میشه؟ مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. قاعده بزرگ این 12 به علاوه
قاعده کوچیکش برابر با 3 هست. ارتفاع 2 تا 8 میشه 6. تقسیم بر 2 میکنیم. خب 2 با 6 ساده بشه میشه 3. 3 تا 15 تا هم شد 45. پس یکیشو به دست آوردم. میرم سراغ دومی. S2 رو میخوام به دست بیارم. اونم زوزنق هست. قاعده بزرگ بازم 12. قاعده کوچیک 6. ارتفاعش 8 تا 12 میشه 4. تقسیم بر 2. 4 رو با 2 ساده میکنم. اون 18 میشه 36 تا. میرم سراغ S3 که از همه راحت تر هست. یه مستطیله که طول ضرب در عرض اگر بکنیم 12 تا 15 میشه 3. ضرب در 6 برابر میشه با 18. خب دلتا ایکس کل من، یعنی از لحظه 2 ثانیه تا لحظه 15 ثانیه، برابر میشه با 45 به علاوه 36 به علاوه 18 که اگر اینها رو با هم جمع کنیم 99 متر میشه. حالا بیایید بریم رو محور. شما فرض کنید یه محور x داری. اینجا مبدأ مختصات. متحرک تو در لحظه t1 کجا بوده؟ آفرین، متحرک شما در لحظه t1 مساوی با 2 ثانیه در مکان منهای 6 داده سوال این رو گفته. خب من از اینجا اومدم حرکت کردم و به اندازه 99 متر رفتم جلو. خب به یه جایی رسیدم به نام x2. میخوام ببینم این x2 کجاست. شما به راحتی میتونید بگید x2 منهای 6 برابر با 99 میشه. یعنی x2 برابر میشه با 99. منفی در منفی میشه مثبت. دوباره میره اون طرف میشه منفی. منهای 9 و منهای 6 منهای 6 مساویس با 99 منهای 6 هم برابر میشه با 93. در جهت محور x ها هم داره حرکت میکنه. پس گزینه درست گزینه شماره 1 هستش. آره منم با این حرف موافقم. اگر در مسئله بتونی ویتی بکشی کار ما رو راحت تر خواهد کرد. خب جایی هم که خود سوال ویتی رو بهمون داده دلیلی نداره روش دیگه رو برای حل انتخاب کنیم. مساحت زیر نمودار، جابجایی و یا مسافت طی شده رو به راحتی به ما خواهد داد. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید. حتما علامت زنگوله رو هم بزنید که اگر ویدیوهای جدید آپلود شدن بلافاصله به شما خبر داده بشه. موفق و پیروز باشید.